سلام و درود بر شما بیننده های شبکه جهانی افغانستان. به ویژه برنامه پرداز باز هم شما را خوش آمدید میگویم. میرویس حیدری حق دوست هستم، شما را دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشین. حالا که نظام اشرف غنی سقوط کرده و آقای غنی از افغانستان فرار کرده و در افغانستان ایده‌ای که منتقد اشرف غنی هستند میگویند که رئیس جمهور فراری و مردم تنها گذاشت و خودشان رفتند و حالا امارت اسلامی برگشته و امارت اسلامی را مجاهدینش هم تلاش میکنند که در افغانستان باید صلح و ثبات ایجاد شود و یگانه خواستشان از مردم این است که با امارت اسلامی باید همکار باشند و از این چیز هراس نداشته باشند و ما میخوایم یک حکومت را ایجاد بکنیم که قابل قبول همه مردم افغانستان باشد و این ادعای طالبان هستند تانوس که به مردم میدهند، ولی انتقادات موجود دارد که عملکرد طالبان و گفتارشان یک کمی تفاوت دارد. مردم میخواهند که باید گفتار و کردار طالبان با او تعهدی که به مردم میکنند باید یکسان باشد. در برنامه